بعد از 18 ساعت آیسان به همراه رفقاش و حاجی میان به این رستوران برای غذا خوردن. بعد از اتمام غذاخوری آیسان و چند تا از رفقاش میان وسیله رو جمع میکنن تا برای فرودگاه و سفر به خونه آماده شن. با ما باشید تا ویدیو رو تو کامل ببینید. 18 ساعت شده چی نخوردیم. فرشید اومد برادران داره میدیم شامی بخوریم. دست بزن یه دقیقه ببین یخ. فرشید میگه من 22 ساعت رژیمم فستم. should we go cheesecake factory؟ نه بابا چیزکیک فکتوری که مال بچه هست که. وای اینو من میخوام. وای شری بود. آقا این دیگه میل آخره دیگه. با حاج عارف برمیگرده سوئد و چرز فرشید. آقا سلامتی. یه آبجو میخوریم برای شستشو فقط. چی میگن روزه رو میشکنن این اونا بی الکله گفتم روزه افطاری. عجب آبجوی ملسیه. تو فکر کنم این آخریه که منابره دو عجب آبجوی بود. پدر بزرگ توی ایتالیا اینا رو میزد دیگه. نه آخه پدرجون آخرین باری که دیگه ما با سیسیلیا به مشکل خوردیم ما در رفتیم. ما با نیسان ما رو آوردن آقا عمو عارف قسم داد منو گفت هر جوری از بخور پاستا. نباید فستینگ بگیری اینجوری میشه. میبینی 2 قطره خون از دست خودم روغن زیتون با 1750,000 تا دونه فلفل. اینا هم شمرده است. اینا هرچی اینجا هست. بیا بعدی رم آورد برادر. آبی الکی. Where are you from? Italy. Oh تمام. My father is Italian Siciliano. آقا این ماشینه از این تاکسی های بی سرنشینه. من نمیدونستم. الان یارو نشسته بغل. نها کن پشمات میریزه. نها کن خودش داره میره راننده نیم. آخه مگه میشه همچین کسش بریم؟ نیدم تا حالا واقعا. آقا ما داریم میریم دیگه. فرشید دمش گرم حاجی ما رو آورد. ما رو هم داره میبره. این کلاه هم داداش فرشید برای من خریده واسه نیویر هم واسه آروین و عارف. حاجی دمت واقعا گرم حاجی. حال کردیم با فرشید. فوش نمیدم که تگش کنم دیگه. کسیانا. آیسی عقاب دیگه داره میره. آب گرفتم نزدیک فرودگاه. تشکر از تمام بچهای کالیفرنیا، تمام کسایی که حاجی ما رو دیدن افتخار دادن. من باهاشون عکس گرفتم. شرمنده اگر بعضی موقع بدمود بودم اومدین. در هر صورت که خاک پای شما. خونه اول من مازندران ایران، خونه دوم من لس آنجلس کالیفرنیا. هر سری قبل اینکه دوست دارم بیام اینجا پمپ بنزین 1.5 لیتر بنزین بخورم. عادت کردم همیشه دیگه. دست خودم نیست. فرشید خواهش جوب شده. آره دیگه 4 لیتر بنزین میخورم و میرم دیگه. آقا سفر بخیر. I love you همتون. به امید دیدار دوباره. انرژیتون فردا احتمال داره کم بشه چون وجود من میره برای تگزاس. اونایی که میدونن و باور دارن میدونن من چی میگم. ولی دوباره پس فردا یه ذره انرژی براتون ترانسفر میکنم. ولش کن خواهر مادر انرژی ما رو گاییدی بابا. برم بچه تگزاس. ولش کن. خداحافظ. حاجی پرواز اومدم که این لاونجش نشستم. این حاله برگردم حاجی. برگردم رژیم و ورزش و خیلی خستم. داشتم چرت میزدم. بعد یه چند تا سریال باحال میخوام بشینم اونا رو شبا نگاه کنم تا هاوایی برم. یه 7-8 روز دیگه میرم هاوایی. 4 روز تا هاوایی برم حاجی. بدنه رو میخوام لینک کنم. فردا 8-9 صبح میرسم خونه. یه چند ساعت میخوابم بعد میرم آفیس. استوری نذاشتم یعنی خوابم. خیلی این چند روز با هم حال کردیم. آی لاو یو همتون. برگردم اونجا انرژی رو هوا زندگی روتین دیسیپلین و فردا اگه میخواین رژیم بگیرین و زندگی سالم بیدار شین کاردیو میدونم ساعت ایران جوری در نمیاد ولی تنظیمش میکنیم. از فعلا دیگه آی لاو یو همتون. کسیان و جیب جاویان رو حاجی. ساعت 3 صبح پرواز تأخیر داشت. خارکسته 1 ساعت دیگه یعنی ساعت 10 صبح میرسم هیوستن. دیگه فکر کنم بگیرم بخوابم. اگه استوری نداشتم رسیدم یعنی میخوابم.
3 صبح ساعت من هنوز اینجا. به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. میخوایم ویدیوهای بیشتر بذاریم، لطفا از ما حمایت کنین و از لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.